الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. دوستان عزیز و گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بریم سراغ اولین سوالی که امشب شما عزیزان میپرسید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اولین سوال امروز: سلام مولانا، رابطه جنسی زن و شوهر از پشت باشه طلاق زن میافتد؟ از دیدگاه تمام فقهای مسلمان اهل سنت و الجماعت، رابطه از پشت از دیدگاه اهل سنت و الجماعت حرام است و جز گناهان کبیره شمرده می شود و رسول الله صلی الله علیه و سلم چون این کسی را که این کار را انجام بدهد نفرین کردند و این دلیل بر این هست که این کار و عمل لوط در واقع جز گناهان کبیره هست. اما به اتفاق علما و مذاهب اهل سنت و الجماعت سبب طلاق نمی شود، جز اسباب طلاق نیست، منتها یکی از اعمالی هست که حرام هست انجام دادنش در میان زن و شوهر. آیا میشه کفاره روزه رو غذا درست کنیم بدیم به کارگران ساختمانی؟ بله، هیچ گونه اشکالی ندارد. کفاره روزه را که همون فدیه روزه را در واقع شما غذا درست بکنید و به تعداد روزه هایی که یک فردی نتوانسته روزه بگیره به خاطر بیماری یا به خاطر پیری، می توانید که به تعداد اون روزه ها کارگر ساختمانی باشه، فقیر و مسکین دیگری باشه، غذا درست بکنید و به این افراد بدهید. از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد، جایز است. سلام، زنی که عادت ماهیانه است جایز است روزه بگیرد؟ نه، جایز نیست. جایز نیست. زنی که عادت ماهیانه هست جایز نیست که روزه بگیرد و نماز بخواند. روزه اش را بعدها قضا بیاورد، اما نمازش قضا ندارد، زیرا که نماز در واقع تعدادشون زیاد هست. یک فردی به طور مثال در 7 روز 10 روز کمتر بیشتر عادت ماهیانه بوده، نماز نخوانده. اگر که بگیم که این نمازها را قضا بیار، هر روزی 5 نماز سنگین هست و منتها روزه سنگینی ندارد. یک فردی اومد از ام المؤمنین عایشه همین سوال را کرد که چرا وقتی که بعد از پریودی زنها به اصطلاح عادتشون تمام می شود روزه را قضا می آورند اما نماز را قضا نمی آورند؟ ایشون فرمود که آیا تو حروری هستی، یعنی خوارج هستی که دنبال به اصطلاح این گونه مسائل می روی؟ وقتی که الله و رسول دستور دادند که نماز قضا ندارد، در نمازی که در ایام عادت ماهیانه نباید بخوانی، و روزه قضا دارد و ما پیرو دستور الله و رسول هستیم و جایز نیست که در ایام عادت ماهیانه کسی نماز بخواند یا روزه بگیرد. آیا کسی نتواند در حال جنابت نیت کند؟ چی هست گناهش؟ در حال جنابت نیت کند، منظورتون این است که غسل جنابت را نیتش را نکرده باشه؟ ببینید دوستان عزیز، این نیتی که شما این همه درگیرش هستی کار سختی نیست. شما که رفتید برای غسل جنابت، مثلا کسی جنوب بوده رفتید حمام، خود همین حمام رفتن، خب به نیت چه رفتید؟ چرا رفتی حمام؟ چون که میدانستی که جنوب هستی باید غسل بکنی. الان رفتی غسل کردی و سلام، غسلت صحیح هست، نیتت هم کامل بوده. نیتت هم کامل بوده، همون چیزی که در دلت بوده به خاطر اون رفتی حمام کردی غسل کردی، همین غسل شرعی هست و نیازی به تلفظ نیتی نداره که به زبان خودت یک چیزی رو بیاوری که من نیت کردم مثلا غسل جنابت را. نه، چون چیزی لازم نیست. روزه بدون سحری قبول است؟ بله، روزه بدون سحری قبول هست، هیچ گونه اشکالی ندارد. سحری خوردن برای روزه جز سنت ها هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم تأکید کردند که سحری بخورید، زیرا که سحری خوردن هم باعث برکات معنوی می شود و هم برکات ظاهری در واقع دارد و که شما بهتر می توانید روزه نگه دارید. اما اگر کسی به هر دلیلی سحری نخورد، نمازش از نظر شرعی روزش از نظر شرعی درست است و هیچ گونه اشکالی ندارد. آیا رشد زدن به لب روزه را باطل می کند؟
خیر، استفاده کردن از رژ لب در حالتی که خانم روزه باشد از نظر شرعی اشکالی ندارد و جز شکنندهای روزه شمرده نمی شود. معمولا رژها به اصطلاح 3 نوع هستند یا به 3 منظور استفاده می شوند. یا رژهایی هستند که آرایشی هستند، صرفا به خاطر رنگ و لعابشون استفاده می شوند، یا برخی از رژها به اصطلاح طبی هستند و کاربرد به اصطلاح طبی دارند، مانند به اصطلاح یک سری کرم ها یا پماده هایی که در این زمینه وجود دارد، یا اینکه صرفا مرطوب کننده هستند و برای رفع خشکی لب ها استفاده می شوند. در تمامی این موارد هر 3 موردی که هستند از نظر شرعی جز شکننده های روزه نیستند. تفاوتی هم نداره که رژی که استفاده میکنی کلاسیک باشه، جامد، مات، نمیدونم براق، مخملی، یا حتی اگر رژ مایع باشد باز هم از نظر شرعی اشکالی ندارد، روزه را نمیشکند، به شرطی که اجزا و به اصطلاح اجزای ریز این رژ را، خصوصا رژهای مایع را عمدن فرو نبرید. اما اگر کسی رژ زده بود و متوجه نشده بود و ناخواسته به طور مثال طعمش رو در دهانش استفاده کرد یا حتی مثلا در آب دهانش آغشته به این رژ بود و ناخواسته اون رو فرو برد، از نظر شرعی باز هم در این صورت گرچه انسان باید احتیاط بکند اما روزش نشکسته و درست است. ببخشید اگر ناخن بکاری نمیشه روزه بگیریم. ببینید، ناخن کاشتن با روزه ارتباط مستقیمی ندارد. روزه یک حکم دیگر هست و ناخن کاشتن یک کار جداگانه هست، ارتباط مستقیمی با روزه ندارد، ارتباط مستقیم با نماز دارد. کسی که ناخن کاشته یعنی این که یک قسمتی از پوست بدنش و روی ناخنهایش بهش آب نمیرسد و حکم شرعی به اتفاق تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت این است که اگر در هنگام وضو بدون عذر کسی یک قسمتی از بدنش و عضوی که باید شسته بشود خشک بماند، یک لایه‌ای باشد، مانعی باشد، آب به پوست بدن نرسد، این در واقع جز شکننده های وضو شمرده می شود. یعنی این که وضو و غسل اساسا صحیح نیست، کامل نشده، پس بنابراین نماز چون این فردی هم از نظر شرعی باطل هست و درست نیست، اما ارتباط مستقیمی با روزه ندارد. بارها عرض کردم که بحث نماز از نظر فرضیت و درجه وجوب بسیار قوی‌تر و بالاتر از بحث روزه است. روزه گرفتن واجبه؟ بله، روزه گرفتن برای کسی که به اصطلاح عاقل و بالغ هست، برای کسی که مقیم هست و برای کسی که عادت ماهیانه نیست و سالم هست از نظر شرعی واجب هست و یکی از ارکان اسلام هست، یکی از فرایض اصلی اسلام هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بنی الاسلام علی 5، اسلام بر 5 پایه استوار شده: شهادت الله اله الا الله و ان محمدا رسول الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این 4-5 مورد جز ارکان اسلام هستند که یکی از آنها روزه گرفتن هست. وقتی نماز میخوانم گربه ام سر جا نمازم می آید، آیا نمازم باطل می شود؟ خیر، نماز شما باطل نمی شود. نماز شما باطل نمی شود و از نظر شرعی گربه نجس نیست. از نظر شرعی گربه نجس نیست. اگر شما در محل زندگیتان، حتی در همون محلی که نماز میخوانید، بر روی مصلای شما گربه‌ای بیاید یا مثلا فرض کنیم که گربه قبلا رفت و آمد داشته در اونجا، مثلا موی گربه بر جانمازتان باشه، بر روی فرشتان باشه، بر روی لباس و چادر نمازتان باشه، از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد و نماز شما کاملا درسته. در صحیح بخاری و مسلم یک روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم به اصطلاح فرمودند که انها لیست بنجس، گربه نجس نیست، انها من الطوافین علیکم والطوافات. گربه جز حیوانات به اصطلاح خانگی هست که در خانه ها معمولا رفت و آمد دارند، پس بنابراین از نظر شرعی اشکالی ندارد. اگر گربه حتی در وقت نماز خواندن اومد، شما مثلا بر روی لباس شما نشست یا بر روی به اصطلاح جانماز شما
آمد نشست رفت آمد کرد از جلوی نماز شما رد شد، نماز شما از نظر شرعی اشکالی ندارد و نمازتون درست هست. و قبلا هم عرض کردم گربه جزء حیواناتی هست که نجس نیست، یعنی این که به طور مثال اگر اومد مثلا از ظرفی آب خورد، اون از نظر جمهور علما این ظرف هم اون آب باقی مانده از دیدگاه امام شافعی، مالک، احمد به اصطلاح پاک هست و هیچ گونه کراهتی هم در اون وجود ندارد. اما بنابر قول جمهور علما ادرارش و مدفوعش نجس هست. اگر در یک جای بر روی فرشتون باشه یا لباستون باشه اون قسمت رو باید بشویید، اما آب دهانش یا اینکه مویش جایی رفت آمد بکند این از نظر شرعی نجس نیست و اشکالی ندارد، نمازتون درسته. منتها یک نقطه رو در اینجا هم باید توجه بکنید، کسانی که حیوان خانگی مانند گربه به طور مثال نگه می‌دارند، نگه داشتنش از نظر شرعی اشکالی ندارد، اما باید که در این زمینه حتما مراقب باشند که این حیوان اذیت نشود. یعنی این که آب و غذایش به صورت سر وقت باشد. در صحیح بخاری و مسلم روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که یک زنی به خاطر یک گربه‌ای به جهنم انداخته شد، که اینو از غیب رسول الله صلی الله علیه و سلم الله متعال به ایشان خبر داده بودند. گفتند که این خانم این گربه را در خونه زندانی کرده بود، بسته بود، نه به این آب و غذا میداد نه بازش میکرد که خودش برود برای خودش تغذیه بکند و از به اصطلاح حشرات دیگر تغذیه بکند. به این خاطر الله متعال به مجازات این کارش این خانم را به جهنم انداخت. یعنی ظلم کردن بر حیوانات و نادیده گرفتن حقوقشان تا این اندازه از نظر شرعی اهمیت دارد و حتما باید این گونه موارد را مراعات بکنید. آیا روزه زن بی حجاب قبول است؟ بله قبول است. چه مانعی دارد؟ شاید اون زنی که به اصطلاح بی حجاب هست از نظر اخلاص و خشوعش خیلی بیشتر از و بالاتر از یک زن با حجاب و چادری باشد. حجاب نقشی در روزه ندارد، گرچه حجاب یکی از احکام شرعی هست و الله متعال در قرآن کریم صراحتاً به رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور داده که یا ایها النبی، ای پیامبر، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، ای پیامبر به همسران خودت، دخترانت و به عموم زنهای مسلمان بگو و دستور بده که جلابیب خودشان را یعنی چادرهای خودشان را بر روی خودشان بیاندازند به این کیفیت که مثلا سرشان پوشیده بشود و سینه آنها را بپوشاند. این حجاب یک از احکام شرعی هست، اما ارتباطی با روزه ندارد و امکان دارد که یک زنی و دختری به طور مثال حجاب نداشته باشد اما پایبند روزه باشد، روزهش آداب و سنن و واجباتش را کاملا مراعات کرده باشد، روزهش هم از نظر شرعی کاملا قبول می شود و مانعی در این زمینه وجود ندارد. آیا کسی که خود به خود منی ازش بیاد روزه و نمازش درسته؟ بله هیچ گونه اشکالی نداره. الان اگر کسی به هر دلیلی، الان به خاطر بیماری باشد و به خاطر ضعفی باشد، اگر کسی منی از بدنش به قول شما خود به خود خارج بشود، این مانع صحت به اصطلاح روزه نیست و حتی چنین فرد بر چنین فردی غسل هم واجب نیست. الان فرض بکنیم کسی به خاطر بیماری که دارد نمیتواند خودش را کنترل بکند و مثلا منی از اون خارج می شود، این جزء موجبات غسل نیست. زمانی با خروج منی غسل واجب می شود که همراه با احساس شهوت و با جهندگی باشد و در این صورت جزء شکننده های جزء موجبات غسل هست. در غیر این صورت جزء موجبات غسل شمرده نمی شود. همین که فرد وضو بگیرد کفایت می کند و روزه چون این فردی هم از نظر شرعی کاملا درسته. حکم نماز قضایی در ماه رمضان چیست؟
من نمیدونم که شما منظورتون این است که در ماه رمضان نماز قضا شده. تفاوتی نداره چه در رمضان یا در غیر رمضان. اگر کسی نمازش قضا شد باید قضای آن را به جا بیاورد. اگر کسی نمازش قضا شد به این معنی که خواب افتاده بود، وقتی که بیدار شد وقت نماز گذشته بود، یا مشغول کاری بود از یادش رفت، یا سرگرم بود فراموش کرد نماز خودش را، به محض اینکه بیادش آمد باید نماز خودش را سر وقت بخواند. یعنی در اولین وقت باید نماز خودش را نمازی را که خواب افتاده اون را بخواند. این نماز ظهر امروز رو مثلا نماز صبح امروز شما نخوندید بنابر دلیلی خواب افتاده بودید، به محض اینکه بیدار شدید اولین کاری که میکنید این است که نمازتون را قضایش را بیاورید. نباید این نماز را بگذارید تا نماز ظهر یا تا فردای همین وقت. این از نظر شرعی درست نیست. به محض اینکه بیدار شدید اون نمازی را که قضا شده باید کاملا به جا بیاورید. من مریضم، تیروید دارم، میگرن دارم، روزه واجبه یا نه؟ اگر نمیتوانی که روزه بگیری واجب نیست. اگر نمیتوانی، برای شما سخت روزه گرفتن، بیماریتون تشدید میشه، احساس درد بیشتری میکنید، در این صورت جایز هست که شما روزه نگیرید و به جای روزه باید در واقع فدیه بدهید. سلفی به چه کسی گفته می شود؟ ببینید بحث سلف، وقتی ما میگیم که سلف یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم. سلف ما پیامبر هستند، اصحاب بزرگوار ایشان هستند، ائمه بزرگواری هستند که در خیر القرون در واقع زندگی میکردند. خیر القرون همون قرن صحابه و تابعین و تبع تابعین هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. با این تعبیر ائمه اربعه اهل سنت و الجماعت، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، احمد ابن حنبل و ائمه محدثین، امام بخاری و مسلم و بقیه علمای بزرگوار در واقع جز سلف صالح ما هستند. سلفی یعنی اهل سنت و الجماعت و پیرو سلف صالح، یعنی کسی که بر مذهب خاصی تعصب ندارد. معیار اصلیش در احکام شرعی و در پیروی از ائمه بزرگوار صحت استدلال هست، یعنی کدام امام مذهبش قوی تر هست، دلیلش صریح تر و واضح تر هست، از اون پیروی می کند. سلفی یعنی کسی که هم در عقیده و هم در عمل، هم در عقیده و اعتقادات و باورها و هم در عمل پیرو نقش قدم پیامبر و صحابه بزرگوار ایشان باشد و از هر گونه بدعت گذاری در دین پرهیز بکند. معنی سلفی و سلفیت در واقع این هست. کسی که دزدی میکرده و الان توبه نصوح کرده آیا بخشیده شده و حق الناس چی میشه؟ تو رو خدا جواب بدین. ببینید برای این که کسی که به اصطلاح از موردی که گناهی رو مرتکب شده و این گناه جز حق الناس بوده، یعنی مال کسی رو به طور مثال مثلا برداشته، از اون استفاده کرده یا سرقت کرده، یا این که در مورد حیثیت و آبروی کسی مثلا کوتاهی کرده، آبروی کسی رو برده، به کسی تهمت زده، دشنام داده، تمام اینها جز حقوق الناس هستن. و یکی از شرایط قبولی توبه و توبه صادقانه و توبه نصوح این است که انسان باید حقی را که برگردنش هست اون حق را به صاحبش بازگرداند. حقی را که از مردم برگردنش هست باید اون رو به صاحبش بازگرداند. اما اگر کسی به طور مثال شرایط توبه به صورت کلی این است که از گناه دست بکشد، از گذشته‌ای که داشته پشیمان بشود و فعلا از گناه دست بکشد و تصمیم بگیرد که در آینده گناهی رو مرتکب نمی شود، دوباره تکرار نمی کند و این که اگر حق الناسی برگردنش هست اینو برگرداند. حالا اومدیم یک فردی صادقانه توبه کرده، خالصانه هم از گذشته پشیمان هست، هم فعلا سرقت نمی کند و تصمیم هم ندارد که دوباره این کار را انجام بدهد، اما بنابر دلایلی به هیچ عنوان نمی تواند حق الناس را در واقع برگرداند. می خواهد این کار را انجام بدهد، تلاش خودش را کرده اما باز هم موفق نیست، نمی تواند این کار را به دلایل مختلفی انجام بدهد. آیا الله متعال او را می بخشد؟ اگر واقعا صادق باشد در توبه خودش، بر توبه خودش به صورت ثابت قدم بماند، الله متعال در روز قیامت اون افرادی را که شاکی هستند ان شاء الله
از او راضی خواهد کرد. به خاطر ایمان این فرد، به خاطر اعمال صالحش، به خاطر توبه خالصانهش، الله متعال در روز قیامت اونها را راضی خواهد کرد. حق اونها را الله متعال خواهد داد. حق هیچ کسی ضایع نمی شود. الله متعال بر کسی ظلم نمی کند، به این معنی که الله متعال نه بر گناه کسی می افزاید و نه از ثواب و حق کسی می کاهد. الله متعال اون کسانی را که شاکی بودن حقشون خورده شده اونها را راضی می گرداند و این فردی هم که صادقانه توبه کرده بوده، بنابر دلایلی واقعا معذور بوده، نتونسته که حق طرف را بده، الله متعال از جانب اون این حق را به حقدارش انشالله خواهد رساند. آیا قبل دوش گرفتن وضو داشته باشیم نیازی به وضوء مجدد هست بعد از دوش گرفتن؟ نه، نیازی به وضو نیست. نیازی به وضو گرفتن بعد از غسل نیست. وضو گرفتن در ابتدای غسل، چه شما وضو داشته باشید یا وضو نداشته باشید، یکی از سنت‌های غسل هست. وضو گرفتن قبل از غسل یکی از سنت‌های غسل است. اگر شما چه قبل از غسل وضو گرفته باشید یا وضو نگرفته باشید، صرفاً با همین که غسل را انجام دادید یعنی این که طهارت شما کامل هست، بعد از آن نیازی به وضو ندارید. همین که شما غسل کردید از حمام بیرون آمدید مستقیما می توانید که بروید نماز بخوانید، هیچ اشکالی ندارد. شستشوی بینی عمل شده با سرم روزه را میشکند؟ نه، هیچ اشکالی ندارد. اگر کسی زخمی دارد روی بینیش هست، روی گوشش هست یا هر جای دیگری از بدن هست، شستشو بشود، این تأثیری بر روی روزه ندارد و روزش از نظر شرعی صحیح است. آیا وامی که بدهکار توانایی پرداخت آن را ندارد باید زکاتش را بدهیم؟ از نظر شرعی وامی را که شما برگردن کسی دیگر دارید این مال شما هست، ملکیتش مال شما هست، یعنی جز اموال شما حساب می شود. شما هم وقتی که اموال خودتان را حساب می کنید میگویید که من به طور مثال 100 میلیون 500 میلیون برگردن فلانی دارم، یعنی اون جز مال خودتان می دارید، ملکیتش مال شما هست، پس بنابراین زکاتش هم لازم هست. زکاتش هم لازم هست، یعنی اگر وام برگردن کسی هست که اگر شما طلب بکنید در به شما برمیگردونه اون مالتان را، باید زکات اون رو پرداخت بکنید. اما در مواردی که بدهکار شما الان فرض کنیم که ورشکسته شده یا فرض کنیم که انکار کرده یا فرض کنیم که به هر دلیلی نمیخواهد که اون وام را به شما بدهد، در این صورت دادن زکات برای چنین وامی از نظر شرعی برگردن شما لازم نیست. از دیدگاه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، از دیدگاه امام احمد به صورت کلی زکات بر اون واجب نیست و نظر امام مالک رحمت الله علیه این است که این وامی رو که برگردن یک کسی بوده سالهای سال به شما نداده طلب کردید، فعلا زکاتی بر اون واجب نیست. اما هر زمانی که این مال را شما گرفتید به دست شما رسید برای سالهای گذشته، ولو اینکه 10 سال هم گذشته باشد، صرفا به یک سالش را زکات بدهید، این کفایت میکند. این نظر امام مالک به نظر من در این مورد یک نظر وجیه تری هست که به اصطلاح یک دیدگاه وسطی هست، نه به صورت کلی حق به اصطلاح فقیر ضایع می شود و نه اینکه به اصطلاح حق به اصطلاح الهی که در مال وجود داره این هم از بین نمی رود. این اولاتر و بهتر هست. آیا سرمه مشکی داخل چشم بکشیم روزه را باطل می کند؟ خیر، سرمه چه مشکی باشه، چه نمیدونم سرمه قرمز باشه، چه به صورت چه خشک باشه مثل سرمه های سنتی یا به صورت به اصطلاح ریمیل یا موادی از این قبیل باشد، اینا جز شکننده های روزه شمرده نمی شوند و روزه شما کاملا صحیح است. آیا قلیان کشیدن حرام هست؟ بله، نظر بنده این هست که قلیان کشیدن مانند سیگار و مانند بقیه دخانیات و مواد مخدر از نظر شرعی جز خبایث و پلیدی ها هستند و حرام هستند. آیا کسی که قبل از ماه رمضان شراب خورده باشد الان روزه بگیرد قبول است یا نه؟ بله، قطعا قبول هست. وقتی که صادقانه توبه کرده و الان به اصطلاح روزه گرفته، اون یک بحث جداگانه هست. گناهی که قبلا انجام داده یک گناه کاملا جداگانه هست و روزه‌ای که الان میگیرد یک روزه جداگانه هست. این یک تصور غلط هست که بعضی فکر میکنند که اگر کسی شراب خورد اولا نباید بخورد، ثانیاً و ثالثاً و رابعاً
تابعن، به هیچ عنوان نباید بخورد. الان یک فرد یک خطایی کرده، الان شراب خورده، آیا به معنی این است که نباید نماز بخواند و نباید روزه بگیرد؟ نه، به هیچ عنوان. هیچ فقیه همچنین حرفی رو نزده که نباید نماز بخواند، بلکه باید نماز بخواند، باید روزه بگیرد و روزهش انشالله قبول می شود، نمازش هم از گردنش ساقط می شود. و اگر نمازش را ترک بکند یا روزش را ترک بکند، ترک نماز و ترک روزه هر روزش و هر نمازش از اون شرابی که قبل از رمضان خورده گناهش بیشتر هست. کسی که حتی شراب خورده باشه، همین امروز در رمضان هم کسی شراب خورده باشد، شب شراب خورده فرداش باید روزه بگیرد. اگر روزه نگرفت یک گناه دیگر و بزرگتری رو در واقع انجام داده. کفاره سوگند قسم چقدر است؟ ببینید دوستان عزیز، ما دو نوع قسم داریم که به اصطلاح کفاره ندارند. دو نوع قسم، دو سوگند داریم که اینها کفاره ندارند. یکی از این قسم ها قسم لغو هست. قسم لغو یعنی قسمی، سوگندی که شما بدون اراده میخورید، یعنی بدون عزم قلبی و بدون به اصطلاح جدیت شما قسم میخورید. یعنی به تعبیر دیگر این قسمی که تکیه کلام شما هست. من والله از فلانجا اومدم، والله فلانی رو دیدم. این والله به معنی قسم خوردن نیست، این قسم لغو هست. لا والله، بلا والله، این جز قسم در واقع شمرده نمیشود، این تکیه کلام هست. این از نظر شرعی به اصطلاح به تصریح الله متعال در سوره مائده، در آیه 89 که برای کفاره قسم هست، صراحتا الله متعال فرموده که این یمین لغو، قسم لغو، در واقع مؤاخذه‌ای و کفاری در واقع ندارد. الله متعال میفرماید لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. الله متعال شما را مؤاخذه نمی کند به قسم‌های لغو و بیهوده‌ای که خوردید، یعنی بی اختیار خوردید، یا اینکه مثلا تکیه کلام شما هست. الله متعال شما را مؤاخذه نمی کند و کفاره هم ندارد. اما اگر قسم خوردید دیده و دانسته و با خواست خودتون بر یک چیزی قسم خوردید که من این کار رو انجام میدهم یا انجام نمیدهم، دوباره خلافش رو انجام دادید، قسمش را شکستید، در اون صورت مؤاخذه میشوید. نباید قسم خودتان را بشکنید. و کفاره قسم، کفاره قسمی که عمدن خورده می شود، الله متعال این کفاره را در همین آیه به اصطلاح بیان کرده. فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه. کفاره قسم دو مرحله داره. ببینید بسیاری از مردم اشتباه میکنند، فکر میکنند که کفاره قسم این است که مستقیم روزه بگیری. نه، این اشتباه است. کفاره قسم دو مرحله دارد. مرحله اولش به اصطلاح یک کفاره مالی هست. اول اینکه 10 مسکین را غذا بدهید به اندازه نصف سا، یا به اندازه یک شام و نهاری، یا حتی به اندازه یک ساندویچی هم دادید در نظر شهری اشکال نداره. یا غذا بدهید، یا لباس بدهید، یک دستمالی بدهید، یک پیراهنی، شلواری، بلوزی، چیزی دادید، هم قبوله به 10 نفر. یا اینکه برده آزاد بکنید که امروزه برده در واقع وجود ندارد. اگر کسی این مرحله اول توانایی مادی نداشت، میریم به مرحله دوم. صرفا این مرحله دوم روزه گرفتن برای کسانی هست که مرحله اول را نمیتوانند انجام بدند. الله متعال میفرماید فمن لم یجد، اگر کسی، به شرط اینکه کسی توانایی مالی نداشت، فصیام 3 ایام، در این صورت به اصطلاح همون 3 روز را روزه بگیرد. و این کفاره قسمی هست که شما دیده و دانسته خوردید که من فلان کار رو انجام میدهم یا انجام نمیدهم، این قسم خود رو قسم خوردید. این قسم از نظر شرعی مؤاخذه میشوید و اگر که این قسم را شکستید باید کفاره بدهید. اما قسم لغو، اینی که تکیه کلام هست، والله فلان کار رو کردم، والله فلانی رو دیدم، والله فلان جا رفتم، این قسم به اصطلاح کفاره ندارد و الله متعال مؤاخذه هم نمی کند. گرچه اولاتر و بهترین است که انسان سعی بکند که زبان خودش را به قسم عادی نکند، اما بسیاری از مردم متاسفانه دیگه عادت کردن، تکیه کلام اونها شده. این از نظر شرعی گناهی ندارد و کفاری هم ندارد. و قسم دروغ یکی دیگر از انواع قسم هست که کفاره ندارد. قسم دروغ، یمین غموس، از نظر شرعی و جمهور علما کفاره ندارد. قسم دروغ یعنی چی؟ قسم دروغ یعنی قسمی که برای گذشته شما میخورید.
قسمی که برای گذشته میخورید. اون یمین منعقده یا سوگند درست که منعقد هست امکان برای آینده هست. شما قسم میخورید که من در آینده فلان کار رو انجام میدهم یا در آینده فلان کار رو انجام نمیدهم. این قسم برای آینده هست. اما قسم دروغ برای گذشته است که به خدا من فلان کار رو انجام ندادم، به خدا من فلان کار رو انجام دادم، در صورتی که دروغ هست. این یمین غموس از نظر شرعی و دیدگاه جمهور علما کفاره ندارد. معنی غموس یعنی فرو رفتن هست. معنی غموس در زبان عربی به معنی فرو رفتن، یعنی گناه این نوع قسم به اندازه‌ای سنگین هست که گویا این فرد در گناه فرو رفته یا در آتش جهنم فرو برده می شود به خاطر اینکه به نام الله متعال بی حرمتی کرده و قسم دروغ در واقع خورده. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میگوید که ما در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم قسم دروغ را جز قسم‌هایی میشمردیم که اصلا کفاره‌ای در واقع ندارد. قسم دروغ کفاره ندارد و حتما باید توبه بکند. قسم دروغ جز گناهان کبیره هست و هیچ چیزی آن را پاک نمی کند مگر اینکه توبه صادقانه باشد. پس بنابراین سوگند دروغ از نظر شرعی کفاره ندارد، گناه کبیره هست، حتما باید توبه بشود. و همچنین قسم لغو تکیه کلام کفاره ندارد، صرفا قسمی که منعقد هست. شما دیده و دانسته قسم میخورید که من فلان کار را انجام میدهم یا انجام نمیدهم، اگر خلافش را کردید قسمتان را شکستید باید کفاره بدهید. سوزن و سرم مسکن که تزریق بشه روزه را باطل می کند. سوزن مسکن به اصطلاح شکننده روزه نیست. سوزن هایی که به اصطلاح مسکن هستند و به صورت کلی هر گونه آمپولی که مغذی نباشد، مغذی به این معنی که جایگزین غذا نباشد، بدن را از خوردن و نوشیدن بی نیاز نکند، این در واقع جز شکننده های روزه شمرده نمی شود. اگر که آمپول و همچنین سرم که در واقع بدن رو از آب و غذا بی نیاز میکنه، بیماری که نمیتونه به اصطلاح آب و غذا بخوره بهش سرم تزریق میکنن، در این صورت جز شکننده های روزه شمرده میشود. مولانا نفس تنگی دارم، اسپری بزنم روزه ها باطل می شود یا خیر؟ نه، باطل نمی شود. شما اگر بر نیازی اسپری نفس تنگی استفاده بکنید از نظر شرعی روزه شما نشکسته و به اصطلاح کاملا درسته و قضایی هم بر شما لازم نیست. اگر یک روزمون باطل بشود دیگه روزه های منتاخر رمضان باطل می شود؟ نه، ما همچنین حکمی نداریم. هر روز رمضان یک عبادت جداگانه هست. هر روز رمضان یک عبادت جداگانه هست. حالا یک فردی به هر دلیلی مثلا یک روزی روزه نگرفته بود یا روزه گرفته بود و در وسط روزه خودش را شکست، اون یک روز جداگانه هست. برای فردا یک حکم کاملا جداگانه داریم. امکان دارد که یک فردی یک روز، دو روز، 3 روز به طور مثال روزه نگرفته باشه، باقی مانده رو روزه گرفته باشه. اون روزهایی رو که نتونسته روزه بگیره باید قضای اونها رو بیاورد. روزهایی هم که روزه گرفته از نظر شرعی روزش کاملا درسته و هیچ گونه اشکالی نداره. روزهای رمضان به هم دیگر هیچ گونه ارتباطی ندارند. هر روزش یک عبادت جداگانه هست و شرایط و وجوب خاص خودش را دارد. میگن تو رمضان شیطانها بسته هستند. راست هست؟ بله راست هست که منتها شیطانهای بزرگ را در روایت اومده که مردت و شیاطین، شیطانهای سرکش را الله متعال در واقع بسته میبندد اونها را، یعنی این که قدرت آنها را الله متعال در رمضان محدود میکند. به این خاطر است که عملا هم ما در ماه مبارک رمضان میبینیم که جرم و جنایت آمارش بسیار پایین تر از ماهای دیگر در واقع هست. اما خود اون به اصطلاح شیاطین به اصطلاح کوچکی که وجود دارند و خود این نفس انسان و به اصطلاح قوه شهوانی و قهری که انسان داره، این خودش یک بحث کاملا جداگانه است که این هم در واقع انسان رو تشویق به گناه میکند. اما شیاطین سرکش را الله متعال در این ماه مبارک در واقع محدود کرده. آیا فال گرفتن گناه دارد؟ بله، فال گرفتن هم گناه دارد و گناهش هم بسیار سنگین است، گناه کبیره هست. فال گرفتن از 2 حال خالی نیست، یا این که کفر هست یا گناه کبیره هست. فال گرفتن
یا کفر هست یا گناه کبیره هست. اگر فردی نزد فالگیر برود، فال بگیرد و حرفش را باور بکند، اینش کفره. اگر نزد فالگیر برود کسی و از اون سوال بکند، یا از یک فردی که در واقع غیبگو هست، کاهن هست، از آینده خبر میدهد، شما از کسی از اون سوال بکند و حرفش را باور بکند، در این صورت این در واقع در حد کفر هست، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه فرمودند من اتی عرافا او کاهنن، هر کسی که نزد عرافی برود، عراف به معنی غیبگو، به معنی فالگیر، یا نزد کاهنی برود، فصدقه و او را تصدیق بکند، یعنی حرفش را باور بکند، یقین داشته باشد، باور بکند که بله این کاهن یا این غیبگو فالگیر درست میگوید، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند فقد کفر بما انزل علی محمد، این انسان به آن چیزی که بر محمد نازل شده یعنی به قرآن کفر کرده، زیرا که قرآن صراحتاً در آیات متعددی این مطلب را بیان کرده و جز اعتقاد مسلمانان هست که هیچ کسی غیر از الله متعال غیب نمیداند، از آینده خودش و از آینده دیگران به هیچ عنوان مطلقاً خبر ندارد. الله متعال میفرماید قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله، ای پیامبر به مردم اعلام بکن که کسانی که در آسمان هستند، اهم از به اصطلاح فرشتگان یا در زمین هستند، شیاطین و انسانها، کسی آینده را نمیداند مگر الله. وقتی که انسانی به یک فالگیری در واقع این اعتقاد را دارد که این از آینده خبر دارد، به این معنی هست که شما قرآن را تکذیب کردید. تکذیب قرآن در واقع کفر هست. و مرحله دوم این است که نزد فالگیر رفتن در واقع گناه کبیره هست، زیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند من اتی عرافا فسأله عن شیء، اگر کسی نزد یک عرافی برود، غیبگو و فالگیری برود و از اون در یک موردی سوال بکند، لم تقبل له صلاة 40 لیله، که برای چنین کسی نمازش تا 40 شبانه روز قبول نمی شود. این دقیقاً این که نمازش تا 40 شبانه روز قبول نمی شود دقیقاً همون موردی هست که برای فردی که به اصطلاح شراب خورده باشد همین وعید آمده. این روایت در صحیح مسلم هست. یعنی اگر کسی شراب بخورد، در روایت اومده که تا 40 شبانه روز نمازش قبول نمی شود. و اگر کسی نزد عرافی برود، فالگیری برود و از اون چیزی سوال بکند، تا 40 شبانه روز نمازش قبول نمی شود. معنیش این نیست که نباید نماز بخوانند، باید نماز بخوانند و اگر نماز نخوان در واقع گناه دیگری را مرتکب شده، اما گناهش به اندازه سنگین هست که در واقع این مجازات را الله متعال برای اون مقدر کرده. چند کیلومتر سفر برویم روزه‌مون باطل است؟ شما ظاهرا دنبال بهانه هستید. نه برادر عزیز، اگر 1000 کیلومتر هم بروی روزه‌ات باطل نمی شود. 1000 کیلومتر هم بروی، در یک روز دور دنیا رو هم بگردی، سفر بکنی، باز هم از نظر شرعی نماز روزهتون باطل نمی شود. به صورت کلی برای کسی که به سفر می رود، الان یا این که سفر شما یک سفر عادی هست، یا زحمت نیستید، در این صورت شما روزه بگیرید اولاتر رو بهتر هست. اگر یک سفری هست که سفر رفتید و دچار مشقت شدید، یه مقداری تشنه شدید، خسته شدید، گرسنه شدید، در این صورت بخورید اولاتر هست، از این رخصت استفاده بکنید. و صورت سوم این است که شما به سفر رفتید و سفرتون خیلی سفر مشقتی هست، خیلی هم به اصطلاح زجر کشیدید و سختی کشیدید، در آستانه بیماری قرار گرفتید، نزدیک بمیری، اما باز هم روزه خودتان را نمیخوری. این گناهه. در این صورت حرام هست روزه گرفتن، زیرا که در یک سفری رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که رفته بودند، به اصطلاح در حضرت جابر رضی الله تعالی عنه روایت میکنند، در صحیح مسلم هست که در سال فتح مکه که رسول الله صلی الله علیه و سلم به طرف فتح مکه میرفتند، در یک جایی که رسیدند رسول الله صلی الله علیه و سلم لیوان آب رو گرفتند به گونه‌ای که همه مردم میدیدند، روزه بودند و در ماه رمضان رسول الله صلی الله علیه و سلم لیوان آب را
خوردند و همه دیدند که رسول الله صلی الله علیه و سلم روزه خودشان را شکستند. به ایشان خبر دادند که باز هم افرادی هستند که هنوز روزه خودشان را نشکستند، هنوز هم روزه هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اولئک العصاه، اولئک العصاه، اینها انسانهای نافرمانی هستند، اینها انسانهای گناهکاری هستند. پس بنابراین اگر در یک سفری انسان به مرحله برسه که خیلی برایش سخت باشه، در این صورت روزه گرفتن حرام هست و نجات دادن جان برای شما در واقع جزء مواردی هست که حتما باید این کار رو انجام بدهید. اما اگر در یک سفری رفتید که به اصطلاح زیاد مشقت زیادی بر شما نبود، یک مقدار تشنه شدید، خسته و کوفته شدید، اما قابل تحمل بود، در این زمینه روایتی هست از حضرت از به اصطلاح ابو دردا در روایت صحیح بخاری و مسلم هست که میگوید که ما در ماه مبارک رمضان با رسول الله صلی الله علیه و سلم به سفر رفتیم که به اندازه گرم بود که مردم به اصطلاح چادر را بالای سر خودشون نگه می داشتن و فرمودند و ما فینا صائم الا رسول الله و عبدالله ابن رواحه، که در میان ما هیچ کسی روزه نبود به جز رسول الله و عبدالله ابن رواحه. یعنی این که اگر که به اصطلاح زیاد سخت نبود بر شما روزه بگیرید، اما اگر به اندازه رسید که خیلی سخت بود، در اونجا باید روزه خودتان را بشکنید. اما این که خود به خود روزه بشکند با سفر نه، چون این حکمی ما در اسلام نداریم، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده که در سفر هم احیانا روزه می گرفتند و در سفری که خیلی مشقت بوده روزه خودشان را در واقع می شکستند و روزه نمی گرفتند. خب دوستان عزیز، به همین مقدار امشب کفایت میکنیم و شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.